روز یکشنبه در شهر بغداد گشت نظامی بخشیده به پیروزی ارتش عراق بر گروه دهشت افکن دولت اسلامی دایر شد. این گشت یا خود پرد را که در منطقه سبز مرکز بغداد برگزار شد، سرفرمانده نیروهای مسلح سروزیر عراق حیدر العبادی قبول کرد. او اعلام کرد که از این بابت 10 دکبر در عراق همچون عید ملی جشن گرفته می شود. صرف نظر از پیروزی نظامی بر دهشت افکنان گروه دولت اسلامی کار زیاده در پیش است. ما باید تاثیر آن به جهانبینی مردم را پاککاری کنیم. ما باید آموزش نسل نورس را تحکیم بخشیده احساس وطن دوستی آنها را توسعه بخشیم. روز شنبه نیروهای عراق دهشت افکنان دولت اسلامی را از آخرین منطقه های زیر نظارتشان بیرون کرده مرز با سوریه را پوره تحت تصرف قرار دادند. همین طریق جنگ 3 ساله در قلمرو عراق خاتمه یافت.